سلام، خوش اومدیم به کانال فوتبال با کاناشی. من حسین کاناشی همون. امروز اینجام که توی این ویدیو بپردازیم به 5 تا از اسطوره‌های تاریخ بارسلون که اگه نبودن شاید بارسلون این رنگ‌ولاها و طرفدارای الانشون نمی‌داشت و اصلا تاریخش دستخوش تغییر می‌شد. اگه به این ویدیو علاقه داری و فوتبال بارسلون رو دوست داری تا آخر این ویدیو حتما با من بمون. هر باشگاهی یه اسطوره داره، اما بارسلونا مسی رو داشت، پسری که از لاماسیا اومد و فراتر از انتظار هر کسی که جای راجبش یه فکر دیگه ای میکرد ظاهر شد. بازیکنی که با دریبلاش، با گلاش، پاس گلاش، توپای طلا و افتخارات و جام‌های زیادی که برای بارسلون به دست آورد خودش رو تو تاریخ باشگاه جاودانه کرد. از اون گل زیباش جلوی لیورپول که تصویرش تو یاد همه شاید موندگار شد تا جام‌هایی که با بارسلون درو کرد و اون گل دقیقه 92ش توی ال کلاسیکو جلوی رئال مادرید که با اون حرکت پیراهنش به همه ثابت کرد که توی برنابئو هم حتی پادشاه مسی و این بازیکن واقعا فراتر از این بازیکن، واسه همین بهش میگن فرازمینی. گزینه دوم ژاوی ارناندزه. وقتی میگیم تیکی تاکا یعنی ژاوی ارناندز. ژاوی مهندس بارسلون بود، مغز متفکر بارسلون که توی وسط زمین با پاس‌های دقیق و خط شکنی که داشت، پاس‌هایی که روی بند کفش بازیکن‌های مد نظرش فرود میومد، تیمو تو موقعیت‌های عالی قرار میداد و تیمو به بهترین حالت پیش میبرد و واقعا یه جور قلب تپنده بارسلون در میون زمین بود. گزینه سوم آندرس اینیستا بود، بازیکنی که اگه ژاوی مغز متفکر وسط زمین بود، اینیستا قلب تپنده بارسلون بود. احساس بارسلون در آندرس اینیستای بزرگ یاد میشه، اینیستایی که واقعا با دریبلا و رقص پاش همه رو به چرخ در می آورد و با گل‌های به موقعش و پاس گل‌های درستش تیم واقعا پیش می برد که به بهترین گل اینیستا اگه بخوایم اشاره کنیم اون گلش توی استنفورد بریج جلوی چلسیه. هر تیمی به یه رهبر واقعی نیاز داره. بارسلونا کارلوس پویول داشت، بازیکنی که شاید مثل مسی جادو نمی‌کرد اما شخصیت بارسا رو بزرگ نگه می‌داشت، بازیکنی که حضورش توی خط دفاعی مخصوصا دورانی که کنار جرارد پیکه بود واقعا یه سد محکم در مقابل حملات هر تیمی بود و به راحتی از عقب زمین به تیم روحیه میداد و تیم رو به جلو تهییج می‌کرد و شخصیتش توی زمین اعتبار خاصی به بارسلونا میداد. گزینه پنجم و آخری یوهان کرایف فقیده، پدر فلسفه بارسلونا که اگه بازیکن‌های دیگه تاریخ بارسا رو ساختن، کرایف راه رو ساخت، راه رو هموار کرد. تیکی تاکایی که بارسلون داره و سبک بازی بارسلون، اون شخصیت بارسلونا، حمایت کردن از لیونل مسی، حمایت از سبک گواردیولا، اینا همه رو بارسلون مدیون کرایفه که اگه کرایفی نمی بود شاید اصلا بارسلونایی وجود نداشت. این 5 نفر بازیکن‌های بارسلون فقط نبودن، اینها اسطوره‌های تاریخ ساز بارسلون بودن، کسایی مثل ژاوی، اینیستا، مسی، پویول، کرایف که هرچند گزینه‌های دیگه‌ای رو هم میشه در این لیست نام برد اما به نظر من اینا شاخص‌تریناش بودن. حالا به نظر شما از بین این 5 نفر کدوم یکی مؤثرترین تاریخ بارسلونا بوده؟ حتما توی کامنت‌ها بگین که ببینیم کدوم یکیشون بیشتر طرفدار داره. اگه از ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب کن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.